اگر همونجا حاضر حساب کنیم میبینید خط حساب کنیم 4 متر یا 5 متر من همینجا تو همینجا اومدگی های تو همینجا خدای نخواسته دایره الوک همینجا رو میزد 1 متر موندگی های این هم یک مهربانی خداونده. اگر هم حاضر ما آوردیم من اکسکاتور برادرها حاضر ما سخن میگم با همین سخنم جواب میگم من هم ساحل بردگی های موبایل دایره بردگی های انشالله با هم خدا تکیه به الله پاک میکنم تکیه با این فرزندای فرزانه ملت با شما تکیه میکنم با اون مردمی که خب نمیخواد که یک منظره های زیبای تاجیکستان زیر سنگ و لای بماند. این تاجیکستان عزیز سرسبز خورم دوست میدارم با شما مراجعه میکنم 35 خانه امیده ها یکی یک باره شد با خاک یکسان میشد برای همین کار من با گردن میگیرم. بالی میگن که تو مسافر حرام خور برای که بسیار مردم میگن ده کدام زبار میکنه میگن دل با الله پاک یک باشه. من حاضر زبار میمونم کارت یگام کسا نمیمونم کارت خدمت میمونم در اینجا نمره خدمت با پرایر که کنه در یوتیوب گفتگیم نمره خدمت کارت خدمت دوشنبه سیتی 901 04 31 75 دوشنبه سیتی پیرنظر محمد پولا جمع میکنیم انشالله با این خد نوار میکنیم با این خد سویل مستحکم کنه با سهم شما میرسونیم. برادران میگن که قطره جمع شود دایره ها بند شود. ما مردم سربلند تاجیکستان عزیز بسیار فکرهای خوب لازمگاه خوب داریم. قطره شما جمع میکنین ما همین دایره رو با مجرای اولش انشالله با امر خدا و با یاردم شما مستحکم میکنیم. تلفات جانی میشید بسیار خدا ما را نمیبخشید مردم سربلند میبخشید که پیشگیری نکردیم. ای برادر علاج واقعه پیش از وقوع گفتن با چند دلوی گوراسای من چیزی که میکنم به خاطر الله میکنم. زوری من همین خرسید این همین تراکتور آوردم همین کردم ای دیگه زیاد نمیتونم. چرا این وطن باشیم دوستدار این ملت باشیم دوستدار این سرورهای غمخوار و دلسوز باشیم. فقط حجت و رقم و دلیل و مهر و پیچتی بابی خطی این کار من با گردن گرفتم الان خیلی میخزم با سری بلند با همراه مردم سربلندی با ننگ با آر و با ناموسی ملت تاجیک یک جای شده میسازیم. خنده بر لب میزنم تا کس نفهمد رازی من گفتی روسا سامی پاپولیاری بلوگر سامی پاجلو بلوگر اتاد بابای قند در پلتفرم یوتیوب از تمام بلوگر خواهش میکنم که از تمام بینندگان خواهش میکنم از تمام بینندگان دوستداران بابا خواهش میکنم از اون وطندارا و از اون مردمی که با این وطن و با این ملت و با این سرزمین دلسوزی میکنن رایهای خود رو دریغ ندارن پدیلی سکنن با تا که ویدیو پخش شود از شما خواهش دارم. السلام علیکم برادران قندم زنده و سربلند باشین. شب 18 می سال 2024 یک حادثه مدهش با مردم سربلند تاجیکستان عزیز آمد که بسیار سیل آمد خانه ها رو ویران کرد زمین های کشاورزی رو ویران کرد. خدا این روزا دیگه هیچ وقت به سر مردم سربلند تاجیکستان نیارد. حاضر ما در روی دایره ایلوک هستم با شما نشان میدم که همون شب آب چقدر بلند شد. من سطح آب 1 کوبیک من 2 کوبیک من اگه 3 کوبیک من اگه آن که حساب میکنیم 3 متر بسیار 4 متر اینه اگه بیا اینه 5 متر من با شما نشان میدم که اینم بکلاشکو من این خاص خشکه که آب آورد همین خیلی بلند شد که با همین دنبر بالاش برآمدن نیم متر ما بیا اینا حساب میکنیم که چند کم اگر همونجا حاضر حساب کنیم میبینید خط حساب کنیم 4 متر یا 5 متر من همینجا تو همینجا اومدگی های تو بالای دنبره که همین خاص خاشوکه که آب آوردگی بود من همینجا هستن چونان هم غلغله بلند شد آمدی همین کوبیکا را زیاده 800 کوبیکا گرفته برفت. حاضر ما با شما نشان میدم که کوبیکا در کجا جایگیرن. ساعتی آده الله پاک مهربانی کرد که همین نیم متر مانده اینم 1 متر نیم متر مانده که
همین برود. اگر سطح آب 4 متر خسته باشه 4 متر 5 متر این طرف پست است. اگر همینجا خدای نخواسته دایره الوک همینجا را میزد 1 متر موندگی است. این هم یک مهربانی خداوند. اگر همینجا را میزد 4 متر 5 متر سطح این زمین ها پستند. اگر همین دایره اگر هم خیلی میزد نه که خدای مهربان ترحم کرد با ما رحم کرد و این دایره با مجرای اولش گرفت. حاضر من با شما چی خیلی کوبیکا رو کنده گیجا برده خوب کرده بس هم شما میرسونم. حاضر ما آوردیم من اکسکاتور همین مجرای ایلوکا به حالت اولش میخوایم بگردونیم نه که با فکرم او که فایده رم نمیکنه نه که باید بکنم این کارا که همه اقلا از دستمون میومدگی کارا باید بکنه. همین تراکتور آمده تراکتور کار کشده همینجا با یک تراکتور این دنبر ساختر هم نمیشه یکم کار کرده نمیشه. اگر همیشه بارون بیاد کو این کار کردگی ما کو میجه زدن نمیشه میبرش. ما برای که چیکار رفتی کار در ساحل محکم کنی دایره ایلوک در کلخوز تلمون گلیستان رفته ایستاده ما بس هم شما رسانده نشان داده ایستم ان شاء الله با امر خدا ما همه وقت همین ساحل محکم کنی را بس هم شما میرسونم که چی کار کرده ایستیم. میره موضوع کوبیکا روشون میشه. برادرها حاضر ما سخن میگو با همین سخنم جواب میگم با همین هر یک سخن فقطی حجت کتی میگم. کوبیکا را همینجا کندک گرفته ها من همون ساحل بردگی موبایل دایره بردگی حاضرم پیش کوبیکا میرم نوار میکنیم که از همینجا تا همینجا را یا 200 متر 300 متر کوبیکا را گرفته بردگی برای همین ما همون کوبیکا را باید بکنیم بگیریم بیاریم در همین جای اولش باید سیمپیچ کنیم شغل بیاریم خیلی کارهای ساحل مستحکم کنی رو انشاءالله با هم خود بس هم شما من میرسونم. برادرها من همین کوبیکای هسته کوبیکای دوره سیوز خب به نهایت این کوبیکا قیمتند به نهایت وزبینند ابیانشون کلونه نه که او در یک لحظه گیری برشون اکنون وطن خودمونه دهای خودمونه خانه خودمونه خودمون باید آباد کنیم. این معنی وای نداره که بگم که ای 100 سال پس سیل با جای اولش میرود هست هم خیلی گپ نه که ما ای دوره کودک بدیم این امتحان زندگی ای باید جوارمون کار کنیم هرسو کار میکنیم باید درختامون باید کنیم سرشکه کنیم باید کنیم دهمون آباد زیبا کنیم باید کنیم باید ساحل ها هم هر سال باید نگاه بین کنیم مستحکم کنیم. انشاءالله با امر خدا تکیه به الله پاک میکنم تکیه به این فرزندای فرزانه ملت با شما تکیه میکنم و گفتنی هستم که با یاردم شما انشاءالله با امر خدا همین کارهای ساحل مستحکم کنی قطعی همراه شما میکنم. یعنی در اینجا دا اکسکاتری گوسنیچی اکسکاتری بالونی نشده است اکسکاتری گوسنیچی دسته دولان خوب کران خوب سیتکا سیم و دیگر موادهای ساحل محکم کنی به ما لازم شود. برای چی امیر گفتنی هستم؟ برای گفتنی است که ما یکم تکیه به الله پاک دوم به مردم سربلندی عزیزم میکنم با اون مردمی که تاجیکستان رو دوست می‌دارد با اون مردمی که خب نمیخواهد که یک منظره های زیبای تاجیکستان زیر سنگ و لای بماند. مراجعت میکنم که این وطن این ملت این تاجیکستان عزیز سرسبز و خرم دوست می‌دارم به شما مراجعت میکنم و همینجا در حاضر وقت اکسکاتور آوردیم یک بچه یک ولسفت قطعی آمد حاضر پای بطارم اصر خواندگی هم من شام شوا آمد گفت که بابا حاجی چوک هستی گفتم که اکسکاتور آوردیم میره کم ترک آرامی شدید در روی گردان دستیم قسم نمیخورم گفت که 35 خانه علمی ده ها یکی یک بارا شد با خوک یکسان میشد از جمله زمین های فرمری دههای دهقان آباد دههای قلعه گلیستان یک قسمی قرسو یک قسمی مثل شیرینجو شدگی یک قسمی دههای فروزه خوب پسریق خوب خیرگتراش هم که رفتگی اون که خدا مهربان میدونه. برای همین
همین کار من با گردن میگیرم. هیچ که نمیاد حولی ما رو خونه ما رو دنبای ما رو سوز کنه. ولی برای اینها من ویدیو ها میکنم که چقدر همین دنبه ساخته شدگی بود. انشالله با هم خدا دوره سیوزا ما با همراهی شما میسازیم. برای همین در حیات بلاگریم یک تزبار کردگیم. همون هم همین همسایه آمد زنه که مادر تنها برای بچهش گفت که امیر زبور کن. من گفتم من زب نمیتونم، من زبور نمیکنم، امیر زب نمیتونم. من بولی میگن که تو مسافر حرام خور برای که مردم میگن ده کدوم زبور میکنه. میگن هر چی میگن بگن دل و الله پاک یک باشه. من حاضر زبور میمونم، کارت یگام کسا نمیمونم، کارت خدمت میمونم در اینجا. نمره خدمت با پرایر که کنه در یوتیوب گفتگیم نمره خدمت کارت خدمت دوشنبه سیتی 901 04 31 75 دوشنبه سیتی پیرنظر محمد. پول جمع میکنیم انشالله، با این خد نوار میکنیم، با این خد سویل مستحکم کنه به سهم شما میرسونیم. برادرها میگن که قطره جمع شود، دایره ها بند شود. ما مردم سربلند تاجیکستان عزیز بسیار فکرهای خوب، لازمگوهای خوب داریم. قطره شما جمع میکنین، ما همین دایره رو به مجرای اولش انشالله به امر خدا و به یاردم شما مستحکم میکنیم. اگر یک خانه نیست میشید مثال میکن میبود، ممکن اونجا تلفات جانی را میشید، تلفات یک مالی و تلفات مثال یکم چیزی دیگر نه و تلفات جانی میشید. بسیار خدا ما را نمیبخشید، مردم سربلند نمیبخشید که پیشگیری نکردیم. انشالله با امر خدا با یاردم شما همین دنبه را میسازیم. ای دوره سیوز را بهتر و بهتر میسازیم. خدای نخواسته اگر همین دنبه میکن بسیاری آدما در دستشون تلفن بودن، بسیار آدما، من اگر تنها معلومات نمیکنم، همه آدما همین ویدیو را فقط ویدیو میکردن چه دنبه کند و چه مثال رفت و چه مثال خانه ها را گرفت و فقط ویدیو میکنن. ای برادر علاج واقعه پیش از وقوع گفتن، برای همین بیا پیشگیری میکنیم. بابای قند با شمایم، یعنی که مردم سربلندی تاجیکستان عزیزم یا استاد مهربان قند من چونی سخن گفتگیه که ای آدمان من با شمایان زنده ام، من با شمایان زنده ام، من با تاجیکستان زنده ام. زنده باشید. برادران قند نباتم یک چیز از خاطر نبرین که من بابا هستم، پاچم دلوی گور هستای. من چیزی که میکنم به خاطر الله میکنم. زوری من همین خرسید، این همین تراکتور آوردم همین کردم. ای دیگه زیاد نمیتونم. چیزی که هست فکت هست، حجت هست، دلیل هست. برای همین ما باید دوستدار این وطن باشیم، دوستدار این ملت باشیم، دوستدار این سرورهای غمخوار و دلسوز باشیم. خانه ما رو هیچ که آباد نمیکنه، دنبه ما رو هیچ که نمیاد نمیسازه، خود ما میسازیم. دل ما به این وطن و به این ملت و به این سرزمین بهشت آسا میسوزه. من هم یه نظر که همه سبز و خورم و درخزار اینم یه همه سرسبز و درخزار و سرسبز و خورم همینجا پرنده های نادر. ما اون ویدیو بسیار پرنده های نادر از جمله فزن ها همینجا میبینن هیچه و میکنن تخمگذاری میکنن. اگر همین ولنگار شود من همون خیل شود، من اون نگاه کرد خیل شد، سیل رفت کو من خیل شود. الان سیل چی میگیرم اونجا هیچی نه، یک دشتی متهیش، یک جایی ولنگار. برای همین بیا دستگیری کنیم، بیا وطن عزیز بیشت آسا را نمانیم که یکم خطر با او تهدید کنه و با او خطر، اینم خطر است، خطری طبیعی است. برای همین ما انشالله با امر خدا با مردم سربلند تاجیکستان عزیزم، با مردم دلسوز و غمخوار این ملت این دولت یک جایه شده همین دنبه رو میسازیم. من دیگه که کارم در همین جای حاضر ساعتی او انشالله با امر خدا روز تا روز پس میشوه. ما کوبیکا رو میکنیم بس همین شما میرسن، یک دیرمه که یک روبله که شما در این کارت میپرده انشالله با امر خدا در همینجا سر میشه. فکت و حجت و رقم و دلیل و مهر و پیچتی بابی قطعی این کار من با گردن گرفتم. الان خیلی میخزم با سری بلند با همراه مردم سربلندی با ننگ با آر و با ناموسی ملت تاجیک یک جای شده میسازیم. خنده بر لب میزنم تا کس نفهمد رازی من، ورنه این دنیایی که من دیدم
خندیدن نداشت. برادرها گفتی روسا سامی پاپولاری بلوگر، سامی پاجلو بلوگر اتاد بابای کند در پلتفرم یوتیوب. از همه بلوگر خواهش میکنم که از تمام بینندگان خواهش میکنم، از تمام بینندگان دوستداران بابا خواهش میکنم، از اون وطندارا و از اون مردمی که با این وطن و با این ملت و با این سرزمین دلسوزی میکنن، لایک های خود رو دریغ ندارن، پادیلی سکنن با تا که ویدیو پخش شود. از شما خواهش دارم. تاجیکستان عزیز ما همه وقت با پیش بود، با پیش هست، با پیش تا روزی که هست، تا روزی قیامت با پیش هستیم انشاءالله، با یاردم همدیگر، در پاولوی همدیگر، دستگیری همدیگر. تاجیکستان عزیز با پیش